خب سلام و درود رفقای گل، اومدیم دوباره با یه مچ فوق‌العاده با دک جدیدمون، یعنی دک بالون به علاوه فریف. خب میذاریم تا بزنه اجدر جهنمی از اینجا. خب یه شات میزنه. اوکی، هنوز حمله اصلیمون مونده. از الان دقیقا حمله اصلیمون شروع میشه. بالونو میریم و فیلیس. خب سوارش از بین بره کارم خوبه. وای 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 از بین نرفت. یه دونه بس میرم اینجا به همون خفاشا. یاوی رو دادیم این سمت، یه جوری تازهش از سمت راست گرفتیم با یه دونه حمله. یاوی رو گرفتیم، اینجا رو با تیر دفاع میکنیم. یه دونه اسکلت گل پیکر، یه دونه اژدها، یه دونه بالون، یه دونه فریس، ابیلیتی، تیر و جی جی. مچ به راحتی جمع میشه. گود دفند. یه دونه ایموتن براش میریم و پیس.